صدها نفر از کارگران در شهر سرایوو به ضد طرح قانون اعتراض کردند که به گفته آنها حقوق کارگران را محدود می‌کند. این تظاهرات در نزد پارلمان صورت گرفت و در زمانی که وکیلان مردمی بوسنیا و هرزگوین پیشنویس قانون را بررسی می‌کردند. تظاهرگران گفتند تا زمانی که حکومت از طرح قانون دست نکشد اعتراض را بس نمی‌کنند. در صورت قبول این قانون جواب دادن کارگر از کارخانه‌ها آسان‌تر می‌شود. و گفته مقامات بوسنیا و هرزگوین قبول این قرار بخش اصلاحات اقتصادی است و برای پیوستن به اتحادیه اروپا ضرور است. مقامات گرجستان در روز بین المللی مبارزه با قاچاق انسان در بین مردم ورقه‌های ترغیباتی تقسیم کردند. چند روز پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش گرجستان را تنقید کرد که برای مقابله با قاچاق انسان و قدر کافی کوشش به خرج نمی‌دهد. در این گزارش آمده است با وجود تلاش‌های زیاد گرجستان چاره‌های اندیشیده این کشور به معیارهای کمترین محو قاچاق انسان موافق نیست. مقامات پاکستان با ویران کردن یک محله گیلی ویرانه شروع کردند که به گفته مقامات پناهگاه تندروان اسلامی بود. ماموران پلیس آنهایی را که نمیخواستند این خانه‌هایشان را ترک کنند با استفاده از گاز اشک‌آور پراکنده کردند. در مناقشه بین ساکنان و ماموران پلیس چند نفر زخمی شد و چندی از ساکنان محله را هم بازداشت کردند. اکثریت 12,000 ساکنان این محله ویرانه گیلی پناهندگان افغان و بیجا شدگان از مناطق ناامن پاکستان بودند.